السلام علیکم دوستانی عزیز. این لحظه میخواهیم باز یک خبر نو و تازه رو پیشکشتان گردانیم و شبکه ما обуна شوید. هنگام برگزار نمودن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیای ولایت سوق، مرد 37 ساله ساکن شهر خوجند با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین و سلامتی دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخلی در ولایت سوق اطلاع می‌دهد که نامبرده سنه 17 مارس سال 2020 تخمیناً ساعت‌های 17:30 در حدود شهر خوجند با سابق همسرش زن 34 ساله و پسر نابالغ 15 ساله‌اش که هر دو ساکنان خوجندند واخورده با آنها مناقشه کرده است. بعد بحث لفظی طولانی مرد به غضب آمده همسر و پسر نابالغش را با اتوماشین شخصیش که تمغه آپل وکترا بود قصداً پخش میکند. در نتیجه زن جراحت‌های جسمانی وزنین برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسید. پسر نابالغ باشد با گرفتن آسیب وزنین بستری گردیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. و شبکه ما обуна شوید و همه روزه خبرهای نو و تازه را شنوید.